بحث فروت‌سید یکی از کودهای مهمیه که هر کشاورز با تجربه و با علمی حتما تو باغش استفاده بکنه و از عناصر مهمی هم تشکیل شده. چی بود؟ مثل ازوت و روی و بور. آره. که عرضم به خدمت شما اینا در مجموع فروت‌سید رو تشکیل میدن. حالا اینا یه کارایی رو انجام میده. خود فروت‌سید یه خاصیتایی داره. بعضی از مثلا فروت‌سیدها داخلش علاوه بر این ازوت روی بور، اسید آمینو و جلبک دریایی هم اضافه داره داخلشون. حالا کارهایی که انجام میده کود فروت‌سیدی که باعث میشه که اون افزایش گله‌ای آره افزایش گلدهی درختمون بیشتر میشه، ضریب تبدیل گل به میوهمون میره بالا، چون عمر چیزا بیشتر میشه دیگه، عمر اون گرده ها بیشتر میشه. خب متزمان بیشتر میتونن برای تلقی استفاده بشن. افزایش کمیت و کیفیت میوه یکی دیگه از کاراشه. مثلا ریزش شکوفه و میوه نارس رو کمتر میکنه. میوه‌ای که حالت فندقی شدن و بعضی نکنید. اگه اینجوری بهتون بگم، اگه درختتون گل نمیده یک مشکله. اگه گل میده ولی گل رو نگه نمیداره، این مشکل کمبود فروت‌سیده. حالا این کاریه که فروت‌سید انجام میتونه بده براتون. زمان محلول پاشی فروت ما کلا توی فصل انگار باقیمون یا زراعیمون 2 بار میتونیم از فروت‌سید استفاده کنیم. یکی اولیش که تا همین زمستون قبل از اینکه اون جوانه ها، موقعی که جوانه ها متورم شدن، شکوفه ها هنوز باز نشده. مثل تصویر که مثلا میبینیم، مثلا وقتی که اون پوند در حالت خواب زمستانی هیچ متورم نشه، وقتی به محضی که متورم شد تا زمانی که اون شکوفه ها باز بشن ما میتونیم فروت‌سید رو استفاده کنیم قبل از باز شدن. آره، تا قبل از باز شدنش. بعد یک نوبت دیگه هم توی بعد از برداشت، یعنی آخر فصل موقعی که میوه رو برداشت میکنیم، بعد از برداشت میوه ما محلول فروت بعضی میگن چه خاصیتی داره مثلا توی 2 نوبت بزنیم؟ نکنید بعد از برداشت میوه، چون تو طول فصل این درخت تمام انرژیشو صرف پرورش میوه کرده، اون انرژی جوانه‌هایی که برای سال بعد میمونه کمه یا اصلا خالی شده. به خاطر ما باید این فروت‌سید رو حتما بعدش محلول پاشی کنیم، چون این جوانه‌ها این مواد رو داخلشون ذخیره میکنن، باز برای بعد مشکل سال‌آوری نداریم دیگه. آره. یکی هم که اول فصله به خاطر که اون ریشه درخت کلا درخت خواب بوده و اون مواد غذایی تا از ریشه درخت برسه به اون جوانه‌ها. خب جوانه‌ها انرژی ندارن. ما میایم با دادن اون کود فروت‌سید یک انرژی مضاعف به اون جوانه‌ها میدیم برای رشدشون. آره، آماده در اختیارشون میدیم از طریق محلول پاشی که اونا برای به بار نشستن و تشکیل میوه با مشکل انرژی کافی داشته باشن، مواجه نشن. گفتگوی ویژه خبری معصومی روم. خیلی ممنون از همراهیتون.